السلام علیکم عزیزان، هموطنان بسیار ارجمند و مهربان. اینک تنتنه های ایدانه شکوه سال نو با تمام چراغک ها و برق زدن هایش در دیار ما شروع شده است و ما حالا در باغ استراحتی به نام احمد الفرغانی ولایتمان ایستاده‌ایم. چند روز است که مردم شکرگزار شهرمان، خلق عزیزمان در این باغ سیر میکنند. واقعا هر جایی که امنیت و آسایش باشد آنجا خاطر جمعی هست، آنجا عید هست. همه شما را به مناسبت فرارسیدن سال نو 2020 مبارکباد میگویم و آرزومند آنیم که امسال و همه سال بخت و سعادت، امنیت و آسایش هرگز شما را ترک نکند. در مملکتمان نمایندگان قریب 130 ملت و خلقیت ها برادرانه زندگی و پی برقراری بیشتری امنیت، ترقیات وطن، فراوانی روزگار خلق برابر مهنت می کنند. البته هر یک انسان با آرزو زنده است، با امید به فردا می رود و فردا را می افروزد. امروزها در هر کجای کشورمان آرزوهای نجیب انسانی صدا می دهند. مردم از سال نو نیت بهروزی و به سالی دارند و به این نیت و به این آرزو اساس هم هست، چرا که در کشور ما امنیت و آسایش حکم فرماست. در کشور ما همجهتی، دوستی، برادری حکم فرماست. به این جهت، به این دوستی، به این همروانی چشم بد نرسد. من سال نو آمده استاده است. کیفیت چخیل؟ سال 2019 برای مملکت ما رسول سال نغز آمد. با ما هر بر جوانو همه امکانیت ها، شرط شرایط ها های. پرزیدنت تمام تشبسشون که 5 تشبس شده شدگی، همه شرایط ها های ما های برای خواندن، همه کورو جوانو همزل اعتبار کارونه که در مملکت ما همه شرط شرایط ها های. من شما را به همین 2020 سال نو تبریک میکنم. با شما آمد بخت همیشه خرسندی شما ترک نکنه. باز شدن سرحدهای تاجیکستان و ازبکستان برای خلقهای سرملت این دو کشور هم تقدیر و هم سرنوشت یک شادی بزرگ، یک سعادت تصویر ناپذیری را هدیه نمود. آدمان، مردم چه میخواهند؟ رفت و آمدی بی خلل، به دیدار همدیگر رسیدن، در روزهای گرم و سرد شادی و غم با هم بودن را. با تشبس و ابتکار راهبر دولتمان شوکت میرزیایف، انا همین عادی ترین ولی اصلی ترین، حیاتی ترین آرزوی آدمی زاد، آرزوی با هم بودن، با هم رسیدن، به دیدار همدیگر مشرف شدن را تأمین نمود. استراتژی حرکت ها برای سالهای 2017 و 2021 که قبول کرده شده بود، قسم پنجم آن البته پیوسته به همکاری ریسپوبلیک ازبکستان و کشورهای همسایه و همچنین در مقیاس مملکت برقرار نگه داشتن مناسبت های بین المللی و همین مسئله نگرانده شده است و این همکاری ها و رفت و آمد هایی که با کشورهای همسایه با وقوع پیوسته ایستاده است، از آن شهادت می‌دهد که استراتژی حرکت ها برای سالهای 2017 و 2021 در عمل تطبیق خود را یافته ایستاده است و در اساس همین برنامه و دستورهای دولتی تمام کارخانه و تشکیلات های چه دولتی و چه تجارتی و چه خصوصی کوشش کرده ایستادند که در فعالیت همه روزه خود این دستور و استراتژی حرکت ها را عملی نمایند. دانشگاه دولتی فرغانه هم با یک چند دانشگاه های
عالی کشورهای خارجی شرطنامه‌های مشترک همکاری به امضا رسانده است و از جمله به یک چند دانشگاه‌های دولتی تاجیکستان، از جمله به دانشگاه دولتی خوجند، دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی، همچنین به دانشگاه ملی تاجیکستان شرطنامه مشترک همکاری را به امضا رساندند و با دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان نیز شرطنامه مشترک همکاری به امضا رسید. عزیزان بیننده، برنامه هموطن برای شما است و شما می دانید که این برنامه مخصوصاً برای ترغیب و تشویق دوستی، برادری، همجهتی خلق‌های سرملت ازبکستان، مناسبت‌های دوستانه با کشورهای دور و نزدیک خارجه بخشیده می شود و ما در هر یک برنامه بر آن تأکید می کنیم که اساس این همه پیشرفت و ترقیات امنیت و آسایش است. امنیت و آسایش از دوستی و برادری و همبستگی خلق‌های سرملتی مملکت ما، مناسبت‌های صمیمانه و دوستانه با کشورهای همسایه صورت می‌گیرد. واقعاً سال 2019 در تاریخ مملکت ما سال وسعت گرفتن همکاری‌ها و مناسبت‌های دوستانه با کشورهای خارجی دور و نزدیک گردید، خاصتاً با تاجیکستان. در دوام این سال چندین فستیوال های بین المللی و رفت و آمدها برگزار گردید که ما حالا برای شما یادآوری میکنیم. آینده بی تروریسم را برپا میکنیم. تحت همین شعار در مرکز ولایتمان شهر فرغانه فستیوال بین خلقی جوانان دایر گردید. بعد پذیرایی در پاسگاه‌های مرزی هیئت وکیلان از ولایت‌های اوش، جلال آباد و بادکنت قرقیزستان، ولایت سوغد تاجیکستان و ولایت‌های اندیجان و نامنگان در بینای مرکز تدبیرکاران ولایت جمع آمدند. السلام علیکم عزیز مهمانlar. خوش آمدید مهمانای عزیز. خوش geldinizler hurmatli mehmonlar. مناسبت دوستی بین خلق‌های تاجیک و ازبکی هر دو خلق تشنه این دوستی، تشنه این دیدار بود. خیلی به عرش اعلا رسید. جامعه جهانی از این تشبس دو ابرمرد سیاست جهانی امروزه در حیرت افتاد که با یک اقدامات نجیب آرمان چندین ساله خلق‌های دو ملت جامعه عمل پوشید و این دو خلقی به همدیگر برادر، به همدیگر دوست، به دیدار همدیگر رسیدند. مقصد ما امن و امانی، تینجی و آسایشتگی است. آرزوی ما، نیتهای ما آن است که فرزندان ما در روح دوستی کمال یابند، با هم باشند. فستیوال بین الخلقی جوانان وادی فرغانه همین مقصد نجیب را پیش خود گذاشته است و مقصد با هم آمدن آنها ساختن من این گونه زندگی زیبا، رواج دادن هنرمندی، علم و فن و بنیاد فردای به تروریسم. ازبک و تاجیک این از اول یک تن و یک جان است، بردم و یک جای زندگی دارد. دادر و خواهر، الها دوستی تاجیک و ازبک ابدی باشد.
Границы открылись, наши страны объединились, потому что у нас много общего. Посмотрите, находясь здесь, мы сейчас видим, сколько всего общего. Я хочу отметить, у меня мама наманганская узбечка, папа самаркандский таджик. Я не знаю, не похожа я ни на кого из них, но во мне течет две крови. Поэтому это очень для меня близко. Поэтому на узбекском тоже хочу сказать «Рахмат узбек достларымыз». «Рахмат барой хамма ки мой хамирой самихил пешвоз грифтан». Спасибо вам, дорогие коллеги, спасибо родной Узбекистан. Теперь уже родной Узбекистан, потому что мы братские народы. Biz yosh, o'ktam barkamol avlod. Qanotlari mustahkam qushmiz, parvozimiz yuksakdir behad. Mana ko'ring, biz katta kuchmiz. Totavoni do'ston ro gum makun, do'stoni mehribon ro gum makun. Dar jahon bedo'st budan mushkil ast, mushkil oson kun, kason ro gum makun. غزل سرامستانه عالم شود دیوانه بی لحظتی گفتاره دنیای دل ویرانه غزل سرامستانه عالم شود دیوانه بی لحظتی گفتاره دنیای دل ویرانه عشقی جوان روانه یارم چرا بی غمی عشقی جوان روانه یارم چرا بی غمی مثلی بهار و خزان فصل عمری آدمی فصل عمری آدمی غزل سرامستانه اراده قوی سیاسی عزم و تلاش سازنده دو سیاستمدار خوشبین راهبران انسان پرور و خیراندیش محترم شوکت میرزیایف و محترم امام علی رحمان برای دوباره به هم پیوستن خلقای آسیای مرکزی که از رنج جدایی و فراق مجبوری اذیت میکشیدند و دیدار همدیگر زار بودند زمینه مساعد سیاسی فراهم آورد. البته که نه تنها بلکه ما خود کارمندانی واسطای اخبار عامه بلکه تمام خوجندشهر تمام شهروندان تمام جمهوری بسیار دوستی دو خلق را خوش پذیرفتند. ما تاجیکان از اقدام پیشگرفته دو سران دو کشور محترم امام علی رحمان و شوکت میرزیایف بسیار شاد هستیم. به جوانان و عموما به تمام شهروندان می‌نگرم و شاد می‌گردم که از شادی آنها من هم شادیم دوچند می‌گردد برای آنکه دوستی ما قوی‌تر گشته ایستاده از روز از روز. Xalqaro hunarmandchilik festivali Qo'qon 2019. شهر خوقند لطیف باز زیبایی را، هنرمندی را، آفرندگی را به سوی خود می‌خواند و فراهم می‌آورد. عزیزان، ما وقتی که در این میدان دور میزنیم به نظر چنین میرسد که از یک کشور به کشور دیگر گذشته ایستادیم. انگلیا، ژاپن، ترکیه، تاجیکستان، خیتای و بسیار دولت‌های خارجه و حالا هم صحبت من خانم مهمان عزیز ما از ژاپن. خودتون شناس کنید. السلام علیکم. من ژاپنیادان kelganman. Men tojikchani yarziga medunam. Chunki meni erim milliyat tojik. U o'zbekistonlik, ammo milliyat tojik. Men tojik tilini juda naz me'bilaman. Yapon qizi
tojiklarni kelini. Na, juda chiroyli tilda tojikchani. Do'stlik yaxshimi? Da, yaxshi. Millatlaringiz xalaqit bermayaptimi bir-birlariga? Yo'q, juda o'xshaydi baribir. Baribir. Aziyada. Eriga hurmat qilish kerak, ayollar. Ofarin, rahmat. Umuman ko'rmagan, bilmagan narsalarimizni o'rganish. Mana bu kishining narsalarini ko'rib juda ham xursand bo'ldik-da. Hammasi bir-biridan chiroyli. O'xshamaydi hech qaysi bir-biriga. Bu hunar, muhabbat, ilm millat tanar ekan. Yo'q, millat tanlamaydi. Shuni ko'rib bilasiz, o'z narsalarini shuni ushlaysiz. Til kerak emas, so'z kerak emas. Shuni ushlaysiz, bo'ldi, xuddi o'ziznikidek. Ofarin. Xursandlik ma chekash نیست. هم قدر چیزی چون سادیم همه هنرمندا که شناس سادیم ayniqsa buromadagi baning qarora hunarmando dodagi imtiyozlar ya'ni masalan do'stlik tarafi do'stlikdan shudago hamma xalqomo tojiki o'zbeki rusi qozog'i qirg'izi hammamo mana jamul jam shuda mana injaba yak oila shuda mana injaba yak digaromodan kor yod girifta yak digaromon nag'zigi tarafama dida mana hamun jada omada ijod karsodim ham qatar xursandi man kaftari ozodagi از چرخ سر پیچیده‌ام جانی منو ستم چومن قربانی تو جانی منو ستم چومن قربانی تو قربانی تو سلیما بانو کریمова سرور تشکیلات جمعیتی اساتسیاسیون هنرمندان ولایت سوخت من خود هنرمند نیز هستم با یک چند هنرهای مردمی سر و کار دارم دوستان مایان سلامی تاجیکان آورده ایم مهر و لطف و احترام تاجیکان آورده ایم توشه اهل صفا از بحر آدم دوستی است دوستی را هم زنام تاجیکان آورده ایم امروز ما بسیار سرفراز هستیم زیرا به این فستیوال عمومی جهانی هنرمندان که بار اول با تشبث به واسطه پرزیدنت ازبکستان محترم شوکت میرزیویف تشکیل گردید ما دعوت شدیم عزیزان ما صحبتمان را با مهمانان از جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌دهیم و باز در حجره هنرمندان ایرانی هستیم. خوش آمدید به فرغانه به ازبکستان. سلام ممنونم من نرگس قائمی از مشهد از کشور ایران اومدم ممنون از اینکه این فستیوال رو برگزار کردین و تشکر میکنم از شما. به قول حضرت مولوی ما برای وصل کردن آمدیم نه برای فصل کردن آمدیم. دوستای نو از ازبکستان از فرغانه از قوقن پیدا کردید؟ بله من یه سری از خیلی کم با بچه‌ها تونستم دوست بشم ولی خیلی دوستای خوبی پیدا کردم. مرزها گشاده شدن، سدها شکسته شدن. شما را شاد کرد به صفت یک هنرمند؟ این باز شدن ازبکستان به جهان و جهان به ازبکستان. بله من خیلی خوشحال شدم که تونستیم با ازبکستان رابطه برقرار کنیم و این مرزها گشوده شد که این جهان با ازبکستان با مابقی کشورها بتونه رابطه برقرار کنه. خانم تشکر. به بینندگان به مردم فرغانه چی گفتنی چی نیت داره چی خواهش داره؟
من ممنونم ازشون از اینکه این استقبال گرم از ما داشتن و خوشحالم که به این کشور اومدم. سری باغم بیا جور نشه بیدرک بس راغم بیا یک دمک کم کمک سری باغم بیا جور نشه بیدرک بس راغم بیا سرسری کوهیالا شیدا و مست والا سرسری کوهیالا شیدا و مست والا یک دمک یک دمک یک دمک کم کمک کم کمک کم کمک چشمانی سیبو داری دندان کد مرواری بیا کنیم یک جایا سیری گلی بهاری یک دمک یک دمک یک دمک کم کمک کم کمک کم کمک یک دمک یک دمک یک دمک کم کمک کم کمک کم کمک آرزوی آدمی آسایش روی جهان، آدمی را سال نو بر آرزوهایش رسان. برای دلی که نیت نیک دارد، برای سری که خیال زیبا دارد، اندیشه سازنده دارد، خداوند هم مددگار می شود. آرزومندیم که آرزو و نیت‌های نجیب، نقشه‌های زیبای فردا افروز شما جامعه عمل می پوشد.